تا این دستها به هم گره خوردند 25 فصلی تیر ماه سپری شد. تا این مادر دوم بار فرزند خود را به کنار بگیرد. 25 سال شب و روز به گفتش ساخت و سوخت. میگویم تجیق میش نکنیم کلمه با نگیره شاید هستم. اگر پدر مادر باشی باور میکنی. سال 1993 سوخوز ترکمنستان صحنه درگیری های شدید بود. اسلام کشاورز بود و از قراتگینی های سوخوز ترکمنستان 4 فرزندش را گرفت و از بیم تعقیب و قتل به قبادیان پناه برد، اما آنجا به اسارت افتاد. بعد میگیره هم تای قبادیان چی پدر قبادیان به یا جای اینا را جمع میکنن یا جای دیگه من گروه های مسلح مردها و زنها را در تهخانه های علاهیده نگه می داشتند. بعد یا بچه حق پروردگار 1000 سالش کنه ثابت است که بدن چون هم جوی بدن یا بچه حق رفته بعد گفت که شما چوه اینا را گفت دکتر اینجا نه رس کرده. بعد یا بچه را در همونجا موندن که تو پگیره گفت اینا را تو نگاه میکنی که اگه شاو شده من در شاو شما اینا را چیکار میکنم گفتن. بعد پگیره شد ما در ماشین ما را گرفت سوا کرد برده دیگه من اینا ندیدم. موجی گل با 2 دختر و پسر خردسالش نجات یافت و بعدی 2 ماهی آوارگی به خانه برگشت. شوهرش را گروه های مسلح به محله لمناسوی قرغان تپه آورده میکشند. تقدیر قربانعلی خردسال نامعلوم باقی ماند. مسلمه با شوهرش محمد کریم جابیروف در ناحیه همدانی که آن وقت ناحیه مسکو نام داشت و یکی از نواحی تابع ولایت کولا بود زندگی میکرد. فرزند نداشتند. محمد کریم و مسلمه عائله کودکان تبار خود را به تربیت می گرفتند تا به فرزندی را احساس نکنند. فردی ناشناس قربانعلی را خانه اپای مسلمه آورد. از کجا نمیداند، اما در کدام حال بودنی او را بی مسلمه خوب در یاد دارد. یک آدم همی جا آوردش گفت که همی گلک در عدیر مونده است هیچی نمیخورم میبره. بعد که هیچ کنه میگیرش کن گفتم که من میگیرمش من گودر ندارم خودم. میگیرمش گفتم بیار برای ثواب کلمش میکنم. محمد کریم و مسلمه قربانعلی را قطار 3 فرزند خواند خود پذیرفتند و نام قربانعلی را به جمشید تغییر دادند. همونجا خیلی اودم میخوام میری چند پهلو میگرده گو بچه جون در یک شبی خوب چند پهلو میگردی گو که در 25 سال آدمی که همون مرا برده بود همون هم نقل کرده بود گفته بود مرا یه بار گفته بود که اتا اوچد ای قرغان تپای زنده اتاد مردگی ای گفتن اونه که اوچد زنده ای تاغه دوری و مکی دوری گفتگی بودن. خودم ما همیلا منوس فایق دمو کوفتم نیفتم روستی بو گشته رفتم. در خوم یک وقت درم بود که همی میویاو همی خونه در میشینه قطعه خواهرچم بعد میخیزه رحکی میشه میگم ما ترم میبریم خیر رحکی میشم قطعشون تو از صنوفکره میوم خواهرچم قطعی میشینه ماشین در میره و او مرا نمیبرم دیگه همون حالت در بیدور میشم چه خیلی دیگر. به موجی گل خبر رسید که جوان در لبناسوف پدر و مادرش را جستجو دارد. چه میشوی؟ اینم هشم رفت. همیتا گفتن که یک کار در نمیگی جا دیدیم بعد در نمیگی جای کولا بعد خیستم دویدم ما دمی مادرمون خودش تلفن کرد اول ما باور نکردم گفتم که نه اگر مقصد مادری من میشید این قصول میومد گردن ندادم روز دیگه بعد با تلفن کن گرفت ما گفتم خیلی که مادری ما باشید هفته دیگه روزی دوشنبه بیو به خونه رو بعد کم تا دیگه ایستادم دل طاقت نکرد گفتم پگه بیو
бо истодум бо дил тоқат накард гуфтам ҳамин имрӯз бихе биё ба хона ра хай хес бечора модар рафт барои фарзандаш бисёр духӣ гуфтад хай омадак дидем якдигареро вохӯрӣ кардем як шав меҳмон шидем чай дарак ёфта будай اومدن گفتم که اینا مرحمت هم بچه مای هم بچه تو یا بچه دارم گفت گفتم اینا ایران ببر دو بچه شوه گفتم ایت من رفتم تیور بچه تیور گرفتم آوردم سر دوشه گرفتم هزار رحمت برام کلم کنش اکی دیگه در همدانی میمونی که در بخش ҳар дешта то вақте ҳастан ҳаст муқатишон вақте ки набошанд хаякиша аллоҳ این جوان برای مادر کلابیش جمشید است، برای مادر قراتگینی قربان علی. آنچه جنگ نتوانست محو کند همان دل و مهر بزرگ مادران است که یکی زندگی بخشید دیگری زندگی را نجات داد و هیچ گرایش نتوانست جای تصمیم یک مادر برای نجات حیات را بگیرد.